شاهنامه از تو پادشاهی جمشید 700 سال بود هنوز و آمد که اهریمن فریبکار یا ابلیس نیرنگ ساز کشت ابوی ضحاک را و شد آشپز ضحاک و چند خوردنی از تخم مرغ برایش ساخت و ضحاک از مزه اش خوشش آمد و حالا آشپز باشی گوید که فردات از آن گونه سازم خورش که از او باشدت سر به سر پرورش. برفت و همه شب سگالش گرفت که فردا ز خوردن چه سازد شگفت. دیگر روز چون گنبد لاژورد برآورد و بنمود یاقوت زرد آفتاب برآورد و بنمود یاقوت زرد. خورش ها ز کبک و تذرو سپید بسازید و آمد دلی پر امید. شه تازیان چون بخوان دست برد سر کم خرد مهر او را سپرد. ضحاک شیخ اعراب وقتی به سفره دست برد و غذا را چشید و خوشش آمد مطیع ابلیس شد. جاهلیش اسباب شد فریفته و دلبسته او شود. سه دیگر اینجا روز سوم سه دیگر به مرغ و کباب بره بیاراست خان از خورش یک سره. به روز چهارم چو بنهاد خان خورش ساخت از پشت گاو جوان. بدو اندرون زعفران و گلاب همان سال خورد می و مشک ناب. چو ضحاک دست اندر آورد و خورد شگفت آمدش زان هشیوار مرد. بدو گفت بنگر که تا آرزوی چه خواهی بخواه از من ای نیک خوی. خورشگر بدو گفت کای پادشاه همیشه بزی شاد و فرمان روا. مرا دل سراسر پر از مهر توست همه توشه جانم از چهر توست. یکی حاجت استم به پیروز شاه اگرچه مرا نیست این پایگاه. که فرمان دهد تا سر کتف اوی ببوسم بر او برنهم چشم و روی. چو ضحاک بشنید گفتار اوی نهانی ندانست بازار اوی. بازار پهلوی ساسانی و آزار با فروختن هم ریش است. اینجا زمین سازی نیرنگ کلک. وقتی ضحاک سخن او را شنید به نیرنگ پنهانی او پی نبرد. نهانی ندانست بازار اوی. بدو گفت دادم من این کام تو بلندی گرد زین مگر نام تو. گرد کوته گیرد مگر نامت بلندی گیرد. بلندی گرد زین مگر نام تو. بفرمود تا دیو چون جفت اوی همی بوسه داد از بر سفت اوی. ببوسید و شد در زمان ناپدید کس اندر جهان این شگفتی ندید. دو مار سیاه از دو کتفش برست غمی گشت و از هر سوی چاره جست. سرانجام ببرید هر دو ز کفت سزد گر بمانی بدین در شگفت. چو شاخ درخت آن دو مار سیاه برآمد دگر باره از کتف شاه. پزشکان فرزانه گرد آمدند همه یک به یک داستان ها زدند. ز هر گونه نیرنگ ها ساختند مر آن درد را چاره نشناختند. بسان پزشکی پس ابلیس تفت به فرزانگی نزد ضحاک رفت. بدو گفت کاین بودنی کار بود بمان تا چه گردد نیاید درود. نیاید درود نباید بریده شود.
گفت که این پیش آمده ناگوار ناگزیر رخ داده است، نباید مارها را از شانه هایت برید، رهایشان کن تا ببینیم چه می شود. خورش ساز و آرامشان ده به خورد، نباید جز این چاره ای نیز کرد. به جز مغز مردم مدهشان خورش، مگر خود بمیرند از این پرورش. نگر نره دیو اندر این گفتگوی، چه جست و چه دید اندر این جستجوی. مگر تا یکی چاره سازد نهان، که پردخت ماند ز مردم جهان. راستیاتش وی میخواست پنهانکی کلکی بزند، تا جهان از مردمان تهی شود. مگر تا یکی چاره سازد نهان، که پردخت ماند ز مردم جهان. تا گفتار اندر تباه شدن روزگار جمشید به سلامتی.